سلام دوستان عزیز. امروز اومدیم با یه نقد و بررسی ملو شو ریلکس، نقد و بررسی سیگار آریزونا کوتاه سفید و مشخصات این بزرگوار. قطران نیکوتین، یک سیگار سبک و اسم کامل این سیگار آریزونای ادوانسد نانو اسلیم، 20 سیگار فیلتردار و اسلیم. امروز 21 مرداد ماه، قیمت هر پاکت آریزونای سفید کوتاه 19,000 تومان. خیلی سیگار ارزون قیمتیه و بریم برای بررسی یک نخ از این سیگار ببینیم چه دستگلی به آب داده. اوه سیگار به شدت خشک آریزونای سفید، همین یه ذره سیگاری که میبینید اندازه یک انگشت میانیه که نمیشه توی ویدیو نشونش داد. خب روی پاکتش هیچ چیز خاصی واقعا ننوشته، 20 سیگار فیلتردار دیگه. بله میگه سیگار خوب نیست ولی خوب. ساخت EEC، شرکت EEC. بریم که روشنش کنیم. خودش شل کن، ریلکس کنی قشنگ. سیگار خیلی سبکیه و آدم میتونه از این استفاده کنه. این سیگار رو برای خانم ها بیشتر پیشنهاد میکنم چون خیلی سبکه و خیلی جمع و جور و کوچولو هم هست. آقایون اکثرا نباید از این سیگار استفاده کنن. چراشو نمیدونم، چون سیگار سبک نباید بکشید، ضرر داره. ما اینجا اومدیم براتون نقد و بررسی میکنیم و بهتون میگیم که چه مزایا و چه معایبی داره این سیگار. به شدت سیگار سبکیه و خیلی هم خشکه، اصلا تازه نیست. حتما سیگارهای خشک که گرفتید، یک ترفندی من آموزش دادم توی ویدیوهای کوتاه چنل رو حتما ببینید. به صورت فان گذاشتیمش ولی جواب میده. حتما از اون ویدیو استفاده کنید و سیگارهای خشکی که می‌خرید و با اون ترفند یه خورده نرمترش بکنید که بتونید ازش استفاده کنید. به نسبت سیگارهای سوپر اسلیم یا نانو اسلیم خیلی کام بیشتری داره، مثل سیگار جیوان، ساتر، کریستال، مثل این نوع سیگار است. ولی سیگارهای ساتر و کریستال پای بلندن، این کوتاه. سیگار سبکی اصلا اذیت نمیکنه و فیلترش هم ساده است. یه فیلتر بلند داره نسبتا که 2 قسمت باید باشه. بله 2 قسمت. یک روزنه های خیلی ریز داره که امیدوارم هوا ازش خارج شه و به مثال دکوری نباشه.
دکوری نیستش و ازش هوا خارج میشه. باز جای تقدیر داره این سیگار که با این قیمت کم این شکلی باشه و همچین کام و پرفورمنس خوبی داشته باشه. سیگار سبکیه و خشکه خورده. من از اینش خورده ناامید شدم، ولی میشه کشیدش، میشه ازش استفاده کرد. آریزونای ادوانس نانو اسلیم و شما توی مغازه ها و دکه ها اینو میتونید به اسم آریزونای سفید تهیه کنید. حتما توی کامنت ها بهم بگین که نقد و بررسی بعدی چنل چی باشه و چنل کیسی کلاب رو حتما سابسکرایب کنید. من خیلی دوستتون دارم که براتون همیشه ویدیو میذارم. شاید دیر به دیر ویدیو بذارم، ولی همیشه یه نکته قابل توجهی که هست، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. میدونید؟ بریم برای سکام از این فیلتر و از این سیگار، ببینیم که آیا داغ میکنه یا میمونه. چون آخر سیگار هست، باید یه خورده داغ بکنه فیلترش منطقا. بله، یه کمی فیلترش داغ میشه ولی اصلا اذیت نمیکنه. به آخر سیگار رسیدیم و به آخر این ویدیوی خیلی ریلکس و جذاب. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و بگید که حتما نقد و بررسی بعدی سیگار چی باشه. ازتون خواهشمندیم که کامنت بذارید و ساب کنید، چون تعداد ویوهایی که میخوره اصلا به تعداد لایک و کامنت ها نمیخوره و تعداد سابی که ما داریم خیلی کم، بگو 5-6 نفرم. من از این دارم کم کم ناامید میشه. لایک کن، بیتر بیاد. پشت گوشی نشستی 1 ثانیه بیشتر برای تو وقت نمیده، وقت نمیبره اصلا. یه دکمه از اون رو میزنی، زنگوله هم که خواستی نخواستی هم روشن میکنی یا نمیکنی و همون حسابی که میکنی برای ما یه امید حساب میشه. مثلا هیچ وقتی هیچ پولی از شما گرفته نمیشه که ساب کنید ویدیو رو. اصلا مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. تا خدا هست، مشکلی نیست، چشم برم بزنید، فرزاد نیست. خدا حافظ.